سلام بچه، خیلی خوش اومدید به اولین اپیزود پادکست دو پاشو. خوش اومدید به چنل یوتیوب ما. من آریام. منم پاشا. خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ما. چنل یوتیوب ما فعالیتی که اول خوش شما بفرمایید. نه بفرمایید. نه به خدا. نه والا، نه به خدا. به خدا. نه خواهش می‌کنم بفرمایید. باش. در مورد چنل یوتیوب می‌خواستیم صحبت کنیم. عرضم به حضور شما چی شد که اصلا پادکست رو انتخاب کردیم؟ قراره تو این پادکست چیکار کنیم؟ این چیزا رو برای بچه‌ها توضیح بدیم. تو اپیزود اول دونه توضیح بدیم. ولی خب دلیل پادکستمون هم بذار بگیم. آره. دلیل پادکست ما اینه که ما چند نفر آدمای تخصصهای زیادی دارن، مثلا توی ورزش، مثلا توی موزیک، توی ماشین، توی کافه زدن یا هر چیزی که تخصص خیلی زیادی دارن و چندین سال خاکشو خوردن. بشینیم باهاشون صحبت کنیم و ببینیم چی به چیه داستان. آره بابا. کی به کیه. بچه‌ها بیشتر هم با حرفه‌های مختلف آشنا شن، هم آره؟ که ببینن که به چی علاقه دارن. آره، کسایی که میخوان برن توی، مثلا میگم یه مخاطب داریم مثلا دوست داره مثلا بره تو کار کافه، مثلا باریستا بشه. کسی هستن که مثلا میاریمشون اینجا، آره، که ببینن مشکل خیلی زیاد تو این کار بودن. آره. خاکشو خوردن. حالا مثلا من یه نفر باریستا کار میشستم، دوست خیلی صمیمیمه، 12 ساعت سرپاره، بعد جای شلوغ کار میکنن، با سختیاش هم آشنا. مثلا ورزشگاهی که من و تو با هم میشناسیم دوستمونم هست، راحت بگم ماهیانه توی هر مسابقاتش خودت دیدی دیگه 70-80 میلیون تومان ماهیانه، 70-80 میلیون تومان پول خرج بدنش میکنه. رشته‌های مختلفی تو هر رشته ببینیم. آره، چه سختیایی کشیدن، چیا بودن، چی شدن، از کجا شروع کردن. اول اینا رو ازشون بپرسیم، بعد بریم تو کار تخصصی بودنش. آره دیگه، که آقا چرا مثلا یه ورزشکار میریم، آقا چرا مثلا بالا سینه من رشد نمیکنه، میاد طرف مثلا خب سوالاتو از بچه‌ها باید بپرسیم. مثلا توی استوری ما بهشون میگیم که آقا پادکستی که ما میخوایم بذاریم در مورد مثلا یه ورزشکاره، حالا یه مربی یا هر چیز دیگه‌ای، میاریمش تو استوری، بهش میگیم که آقا مثلا 2 روز دیگه این، آره بچه‌ها میپرسن، آره دیگه 2 روز دیگه یه نفر داره میاد، مثلا مربی باشگاه بدنسازی، سوالاتون رو به ما بگید. دوست داری اولین کسی که میاریم کی باشه؟ نظرت چیه؟ اولیشو من دوست دارم با ورزش شروع کنم. با ورزش بدنساز، هر ورزشی. خب یه ورزشکاری میارم که مثلا، یعنی دنبالش میگردم که هم کراسفیت کار باشه، هم بدنساز باشه، هم دونده باشه، که بتونیم ازش استفاده خاصی بکنیم. خب یکم از خودت بگو. یکم از خودمون بگیم. من بگم از خودم الان که توضیح دادیم راجع به این مسئله. اول من از خودم بگم، بعد تو از خودم بگو. بچه‌ها تو از خودم بگو. عالی بود. اینو گفتم. اصلا حواسم نبود. خب من از خودم بگم، من پاشام. چند سالته؟ من 26 سالمه. چی خوندی چی نخوندی؟ من معماری خوندم. بله، من معماری خوندم و ما دوتا رشتمون معماری بوده. یکی بوده. از بچگی هم با هم بودیم. چند ساله با هم دوستیم؟ 22 سال. 22 ساله با هم دوستیم. 22 ساله که با هم دوستیم. می‌خواستم ازت اینو پرسیدم ببینم یادت هست یا نه. یادم. آره 22 ساله با هم دوستیم. آریا خب زودتر از من شروع کرد به حالا بحث گیم و اینا. اصلا چی شد که اومدیم تو این قضیه و داستان؟ بذار اینجوری بگیم که اولش علاقه پیدا کردیم به استریم کردن. شروع کردیم استریم کردن و گیم‌های مختلف صحبت کردیم، یه سری مخاطب گیر آوردیم که خیلی من بهشون هم افتخار میکنم، هم دوستشون دارم، یعنی یه خانوادن واسمون. آره بابا. بعدش تصمیم گرفتیم که یه چنل یوتیوب را بندازیم که توش ویدیوهای مختلف فان بگیریم، که شروع نکردیمش. اونو شروع نکردیم، ولی به طور جد تصمیم گرفتیم که یه پادکست بسازیم. حالا امکانش هست که یه چنل هم بزنیم بابت ویدیوهای فان و ولاگ تور و این چیزا. ببین ما می‌خواستیم بزنیم، بذار راستشو به بچه‌ها بگیم. ما می‌خواستیم. الان نه، ولی چند وقت دیگه. راستشو بگی؟ آره دیگه. الان بهتون نمیگم. بمون تو خماری. آره من
26 سالمه. قرار بود راستشو بگی اونو. ها؟ قرار بود اونو راستشو بگی. چرا یهو بحثو عوض کردی؟ خودت گفتی بعداً راستشو بگو. نگفتم الان راستشو بگی. گفتی راستشو بگی، گفتی آره. تو گفتی بعدا گفتم تو خواباریش بمونی. خب عرضم به حضور شما که خب آریا جان سوال بپرسید شما سوال بپرسید. هر طور صلاح میدونی. خب سوال شما خودتون رو معرفی نکردید. چند سالتونه؟ چی شده؟ بله. مرسی که اجازه دادی. من که خودت هم یادت رفت باشی. نه منتظر بودم ببینم صحبتی اگه داری ادامه بدیم. منم که آریا و 30 سالمه. منم معماری خوندم ولی خب علاقه به کامپیوتر و رشته اینجوری داشتم. این باعث شد که من بیام تو گیم و گرفتم. کامپیوتر. ببخشید نخواهش میکنم. با استریم شروع کردیم، گفتیم دیگه با استریم شروع کردیم و الان هم که تصمیممون اینه که برای شما یه سری پادکست بسازیم. این اپیزودی هم که میبینید شروع ماجراست، یه خورده خشک‌تره، یه خورده داستان داره. اینه که اپیزود اولمونه، اومدیم که خودمون رو معرفی کنیم و یکم همدیگه رو بشناسیم، شما ما رو بشناسید، با ما آشنا شید. از اپیزودهای بعدی دیگه مهمونا. اینم به بچه‌ها بگیم که هر دیزاین و تصویری که از ما دارید میبینید، سعیمون بر اینه که هر قسمت رو تو جای مختلفه که عادت چش مثلا خسته کننده نباشه، خسته کننده و تکراری نباشه. ممکنه هر اپیزود، هر 4-5 تا اپیزود دوباره برگردیم به لوکیشن تکراری، ولی سعیمون بر اینه که تو لوکیشن‌های مختلف بگیریم، هم برای شما جذاب‌تر باشه، همین که یه تنوعی باشه، مثل بقیه پادکست‌ها نباشه که همش بشینن یه جا صحبت کنن بعد دوباره سریه بعد همونجا همون حرفا. این داستان خیلی هم سخته، خیلی هم پادکست گرفتن سخته. من فکر می‌کنم خیلی راحت بشه. آره چون ببین آخه مثلا کسی که مثلا گیم بازی نمیکنه، استریم نمیکنه، مثلا ما 4-5 سال همیشه تو استریم هستیم. آره چون تایم زیادی نمیتونیم تو استریم باشیم، دلیلش اینه که سر کارو نمیذاره. یه 4-5 سالی تو استریم هستیم. چون ما تو استریم هستیم میگیم خب یه چیز ساده ایه، دوربین میذاریم جلومون، همون کاری که تو استریم میکنیم. آره همون کاری که تو استریم میکنیم. بعد اونجوری خیلی با مخاطب زنده ای داری صحبت میکنی. آره اینجوری نیستش که بشینیم صحبت کنیم. آره. نه اولین بارم چون زنده است. گفتی دیگه تموم شد دیگه. خب سوال بپرسم. اولی پادکستی که گوش دادی یادت هست تأثیری رود گذاشت؟ ببین من بیشتر پادکست‌های جنایی گوش میدادم. میدونی پادکستایی که راجع به قاتلای زنجیره‌ای و این داستانا بود یا اتفاقای جنایی که افتاده بود، بیشتر علاقه به اونا داشتم. خیلی هم گوش دادم. ولی پادکست عادی چرا، پادکست‌های ایرانی مختلف هم گوش دادم. زیاد علاقه‌ای به پادکست‌های روانشناسی طور ولی ندارم. پادکستایی که میشینن با هم خیلی صمیمانه صحبت میکنن، اون برای من جذاب‌تره. تو چی؟ من جنایی گوش نمیدادم. من بیشتر پادکست‌های ورزشی گوش میدادم. پادکست‌های ورزشی که مثلا توی هر ورزشی مثلا میرفتم از اولی که کسی که میخواد مثلا میگم تنیس، کسی که میخواد از اول میخواد تنیس بازی کنه یا مثلا تنیسور بشه، مثلا ورزشکار تنیس میخواد بشه، از چی باید شروع کنه که به کجا باید برسه، چیا رو باید بذاره کنار، چیا رو باید روش تمرکز کنه، چیا رو باید حذف کنه یا هر چیزی. من بیشتر اینا رو گوش میدم. پادکست‌های جنایی رو خیلی دوست دارم. پادکست‌های چیزام من خیلی دوست دارم. در مورد یه شهری صحبت میکنن پادکستشو، مثلا در مورد فلان صحبت میکنن که اصلا شب نداره. خیلی جالبه. آره. به نظر چی باعث میشه که یه پادکستور موفقی بشی؟ پادکستور؟ آره. به نظر چی باعث میشه که یه پادکستور موفق بشی؟ ببین یه پادکست موفق به نظر من همه پادکست ها میتونن هم موفق باشن، همین که از نظر یه سری خیلی چرت باشن. آره. من خیلی مسئله هست چون خیلی سلیقه‌ایه. پادکست گوش دادن خیلی مسئله سلیقه‌ایه. باید ببینی که طرف چی دوست داره، مخاطبی که داره میبینه میاد سمتت. یعنی علاقه مخاطب خیلی مهمه. ولی من خودم اینجوری هم که پادکستی که
خیلی صمیمانه میشینن حرف میزنن، حالت مصاحبه طور نیست. ای بابا اومد حرف من رو بزنه، چون بعدش اومد حرف من. چرا چیو؟ چون من می‌خواستم همین رو بگم. همین خب اوکی شد دیگه، من گفتم. خب توی ضبط این قسمت اول بیشتر هیجان زده‌ای یا استرسی؟ چرا؟ هیجان زده که ببین من خیلی وقت دوست دارم که یوتیوب رو شروع کنم. حالا که الان قسمت شده با پادکست قراره پیش بچه‌ها باشیم. هیجان این که اولین ویدیومونه خب خیلی زیاده. خیلی دوستش دارم. احساس می‌کنم یه خاطره میمونه اون پایین. چی؟ احساس می‌کنم یه خاطره میمونه اون پایین. آره بعد مثلا چند سال دیگه برمیگردیم ایرادات خودمون نگاه می‌کنی بعد چه تو فرتی بود مثلا این دوربین چیه جلو چقدر دوربین بد بوده که آره وقتی خب پیشرفت وقتی که بکنی بهترین پادکست‌ها رو می‌سازی، چون همه چیت فراهمه و دوربینای خوبی میاد جلومون. حالا میگم مثلا این مایکا یا مثلا این هدستایی که الان دارید می‌بینید واسه گیمه. آره یعنی واسه خودمونه گیمه که مثلا آریا تجهیزات پادکست می‌خوایم بگیریم. آفرین تجهیزات استریم خودمونه خیلی پیشرفته و که اینا همه رو از استریم درآوردیم. آره واقعا اولاش تلاش‌های بی‌شرمانه واقعا بی‌شرمانه چون خیلی ظلم بود. واقعا خیلی ظلم. یهو مثلا حالا بیشترین مخاطبی هم که داشتیم زمانی که با هم استریم رو شروع کردیم، یعنی من شروع کردم ولی تو هم اومدی تو استریم ها، بیشترین مخاطب تایمی بودش که تو سر و کله هم می‌زدیم تو خیلی برای مخاطب جالب بود. بی‌شرمانه می‌دونی چرا گفتم؟ من استریم رو خیلی دوست دارم. بچه‌هایی میان خیلی خفن، خیلی باحال. آره دنیای استریمینگ خیلی جذابه به نظر من. بی‌شرمانه‌ش اینه که وقتی اولین بار که شروع می‌کنی انقدری باید تو اون استریم باشی که همه بشناسنت، بعد تو دوست داری همه بشناسنت. آره ولی این بی‌شرمانه یعنی چیز بده. آخه خیلی چیز بدیه داداش. یهو مثلا می‌بینی فردا مثلا مدرسه داری، دانشگاه داری، سر کار داری، ولی انقدر اون بی‌شرمانه دیگه یه کاری می‌کنه پاش وایسی، مثلا اولش باز می‌کنی می‌بینی 4 تاست، استرس می‌گیری. بعدش می‌بینی 10 تا، بعد نمی‌دونی چیکار بکنی. آره روزای اول تو استریم هم همینه، آدم می‌خورده استرس رو داره، نمی‌دونه چجوری باید با مخاطب ارتباط برقرار کنه، ولی کم کم دستش میاد. خب میخوام ازت یه سوال خیلی جالب بپرسم. جان دلم. اینکه تو از چی مثل چیز میترسی؟ مثل یه موجودی؟ چه چیزی؟ مثل سگ میترسم؟ آره چی؟ چی خیلی میترسونتت؟ میخوایم بدونیم با بچه‌ها که چه بلایی سرت بیاریم. ترس تو. آها اون فوبیاه. آره دیگه فوبیا. من بزرگترین ترس زندگی اینه که هیچ وقت دیگه نتونم صدای پدر مادرم بشنوم. این خیلی ترسه. ولی اگه فوبیا بگی نه ببین این که آره این که برای همه هست. آره این مسئله یه خورده چیزه، مسئله نه میخوایم بدونیم که چجوری میتونیم یه موقعی بترسونیمت، ترس رو تو وجودت ببینیم که شلوارتو با عوض کنی. مثلا من یه ذره از آتیش میترسم. از آتیش؟ آره از آتیش میترسم. بیخیا. نمیدونم چرا. دست‌مستم زیاد سوختا، ولی از آتیش بزرگ خیلی میترسم. مثلا بخوایم بترسونیمت یه آتیش بزرگ درست کنیم تو رو ببریم جلوش. میرینم. اصلا تر میذاره. مثلا آتیش نه. مثلا اینجوری بترسه، فوبیای آتیش داشته باشه. خب میدونی چیه؟ مثلا من مثلا یکی از ما میترسه، خب ولی مثلا مار کوچولو ببینه، مثلا سگ هستن مارو ولش کن، مار خیلی میترسن، مثلا سگو میبینه، ولی یه سگ کوچولو ببینه نمیترسه، یه قربونت برم فلان بیسار اینا، ولی یه سگ بزرگ ببینه سری بک میزنه عقب. منم همینم، مثلا تا یه جا که میرم آتیشای مثلا معمولی مثلا 10 نفر روشن میکنن اوکی، ولی آتیشای خیلی بزرگ سختش کردی. آره شاید بخوایم توی یه اپیزود بترسونیم. آها بترسونیم منو. آره نمیدونم خودت آتیش درست کنیم، مثلا 5 متر ارتفاع رو ببریم نزدیکش بترسیم. نه از آتیش من یه میترسم. همین؟ آره خیلی ترس لوسی داشتیم. آره خیلی لوسه. خیلی بهم میگه. آره مثلا یه ذره بهم حرارت میخوره، یه ذره میبینم سوزناک‌تر میشه فرار میکنه. اوه فکر می‌کنی الان آتیش میگیری. آره الان میرینه تو بالا. وای خدا.
خب پس برای یه آتیش باید درست کنیم ببینیم چی. من آتیش خیلی برات درست کردم، از اونا نمیترسم. همون آخه تو خیلی بچه شر و شور و چیزی هستی، یعنی آروم و قرار نداری، واسه من خیلی عجیبه. آره آتیش بزرگ، ببین مثلا آتیشی که مثلا اندازه این مبل باشه، اونو خیلی میترسم، احساس میکنم منو میخواد بخوره. دیدی یه شور اینجوری میره بالا، چیز ترسناکی میشه، خیلی میترسم. نمیدونستم، برای خودم هم جذاب بود. مثلا یه چیزی جلو بترکه ولی آتیش نشه باشه، دود باشه. اون که ترکیدن که بله تو میتونی یه ساختمون هم منفجر کنی. آره نه ولی آتیش نباشه. انگار بغلش شاید میشه ولی آتیشو نه. آتیشو نه. اگه بچه دوست داشته باشن میتونیم ببریم یه جای آتیش درست کنیم، یه ویدیو هم بگیریم که ببینیم چه جوری میترسی. ببریم ترست بریزه یه خورده. تو از چی میترسی؟ من از ارتفاع، اینو همه میدونم. آره ارتفاع رو میدونم میترسم. ارتفاع و یه چیز خیلی خنده‌دار، بادکنک. اینجوری میتونه؟ وای اصلا دیوونه میشم. یکی حالا یکی از دوستام میاد چی میترسه؟ من دیوونه میشه. بطری آبو میخوری خالی میشه میچه میخواد بپر از اون سگ میترسه میده نکنید. غریبه، برای خیلی عجیبه که من از بادکنک میترسم. بادکنک خیلی میترسم، صدای زیادم خیلی بد. مثلا دیدم من فوبیای صدای خیلی زیاد. آره صدای زیاد اذیت میکنه، ولی خب بادکنک صدا آنچنانی مسخره است. من اینکه معلوم نیست کی داره میترکه، حتی همون فشاری که دارم میدم اون استرسی که آره اون خیلی استرسی میترسونه، ولی بادکنک نه بادکنک اصلا یه جا عادی بادکنک باشه نمیترسه، ولی مثلا یکی بگیره دستش بیفته دنبالم با بادکنک مثلا در میرم. مثلا با اسلحه افتادن دنبالم. بعد میترکونن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، ولی مثل اسلحه‌ای که گفتیه قشنگ ماشاءالله گذاشته رو سر نمیدونی. آره نمیدونی، اون که نمیدونی ترس از مردنه نیست، ترس از این که بهت میخوره، مثل آمپول زدن. دیدی 2 ساعت تا اینجا پایین تا برابر تو دستو مرطوب میکشه سریع دستو مرطوب بدل برابر تو دستو مرطوب میکشه، من سریع اینجوری میرم یهو هر نزدم یا واقعا توقع ندارم الان سریع بزنی. آره ولی با هم شهر بازی هم رفتیم، تو دیدی ترس از ارتفاع. آره تو خیلی. من تو کشتی سوار هم که از یه حدی میره بالاتر منو میترسونه. فیلمات هست؟ آره فیلم. بعد این پادکست نه نذاریم، هیچ وقت نذاریم اونا رو. قابل پخش. آره دیگه. خب تا حالا شده از خودت بدت بیاد؟ آره خیلی. چرا؟ کی؟ اگه دوست داری ها. من یه بار خودم خیلی بدم اومده، یه بار دوران راهنمایی نه اوایل راهنماییم بود دیگه، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بود تازه راهنمایی شروع کرده بودم. خب ما توی محله بزرگ شدیم که همه با هم دیگه رفیق بودیم، توی کوچه بودیم، توی خیابون بودیم. اینا همسایه بودیم. آره دیگه همسایه. مثلا از اول دبستان نه شما خب از من بزرگتر بودی، 3 سال 4 سال من بزرگتری شما. فکر کنم خودمون رو داریم دیگه. بچه‌هایی که مثلا ما توی محله مثلا من میگم دولت، مثلا مدرسه اون شریعتیه، 2 تا محله است که بغل همه. آره. خب مسلما کسایی که همسن و سال من هستن میرفتن توی شریعتی، مثلا از اول دبستان تا 5 دبستان مثلا ما درس میخوندیم، یعنی هیچ کس نمیرفت. بعد خب با هم دوست میشدیم، گفتیم مثلا خب نمیشناختیم هم دیگه، کی اول دبستان میره بیرون مثلا با دوستاش؟ دوران قدیم نبود واقعا اینجوری. آره دیگه. بعد مثلا دوستایی بودیم، مثلا بعدش گفتیم که مامانا مثلا میومدن جمع میشدن میگفتن خب تو پسرتو کجا میفرستی راهنمایی؟ تو پسرتو کجا میفرستی؟ اینجا منم اینجا فلان اینا. دوران اول راهنمایی مثلا با 5-6 نفرشون بودم که دبستان باشون بودم. آقا ما یه بار کجا بودیم؟ کدوم خیابون مدرسه‌ت بود؟ راهنمایی قلندری دولت. ارشاد بودم من. ارشاد میرفتی؟ آره من با بچهای در دوم. اوکی منم ارشاد بودم. آره بچهای صدر رو در دوم بودم. خب حالا توی کلاس ما اینا یه بار اشتباه کردیم، نمیدونم چی شد اصلا. یزدیان مدیرم. آره یزدیان مهدی قلی اینا بوده. خدا بیامرزتش مرده. خدا بیامرزه. آره فوت کرده. خیلی مرد خوبی بود. آره واقعا مرد خیلی خوبی بود. خیلی هم صبور بود. خیلی 300 تا بچه رو نگه می‌داشت خدا بخیر. اونم بچه‌ای مثل ما. آره بعد نمیدونم چی شد آقا، ما یه گوشی آوردیم از این گوشه قدیمی نوکیا لمسیا تازه جدید اومده بود.
ما هم عشقشو داشتیم، می‌خواستیم نشون بدیم آقا ما آوردیم و دورش قرمز بود. آدش یادم نمیاد چی ان بود فکر کنم. ان 73 نه دکمه نداشت. نه ان نبودش. آره میدونم کدوم رو میگی. از بغل اینجوری روشن میشه. آره بعد پایینش هم 3 تا دکمه داشت، یه سبز داشت، یه سفید، یه قرمز. آره مدلش رو یادم نیست. آقا بابای ما اینو واسه من خریده بود، نمیدونم به چه مناسبتی حالا واسه ما خریده بود، به سر خوبی بودم چی بودم نمیدونم خریده بود. آقا با رفتیم چون بچه خیلی خوبی بودی اصلا شهر نبودی واسه همین بود جایزه بود. جایزه خوبی داد. آقا اینو ما به ما داد، ما بردیم مدرسه. ولی من این گوشی خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم. یکی از بچه‌ها رفت گفت، حالا من نمیشناختمش، دوران مثلا بچه دبستانمون نبود، دستمال به دست بود. آفرین یکی از اونا بود. آقا من انقدر اینو زدم یه دندون دیگه دادم. قرآن چی دادی؟ دندون دیگه دادم. میزدم بعد دوره تو کیف مثلا دیدی دستت با کیف دعوا میکنی میفتی سر صورت هم دیگه فلان و بیسار و اینا، به خاطر اینکه فقط رفته بود. آره ولی خب اصلا موقع مش نمیزدم، چک میزدم، جقش اینجوری میگرفتم فلان و بیسار و اینا. بعد یکی از بچه‌ها اومد جدا بکنه، گفتم نه فلان کن، این بغل من وایساده بود، از بغل هم آره این منو گرفته بود، منم کیف اینو گرفته بودم اینا. گفتم نه ولم کن، زد پاه خورد تو دهنش، این دندون شکست. خیلی من اون موقع از خودم بدم اومد، اولین دستم ناخواسته خورده ولی خیلی بد زدمش، عجیب و غریبه. بخاطر عذاب وجدان داشتی. عذاب وجدان. بعد خب گوشی رو خیلی گوشیمو گرفتم، من گوشی رو خیلی دوست داشتم. بعد مدرسه‌های میدادن دوباره. خب میدن دوباره ولی خب اون موقع که مثلا سن و سالمون کمتر بوده، بچه بودیم میترسیدیم. آره دی. بعد مدرسه دولتی یه ذره واقعا سخت میگرفتن، یهو میدادن آموزش پرورش. آره غیر دولتی خوب بود. مثلا خب من تا دوم راهنمایی دولتی بودم، بعدش رفتم غیر دولتی دیگه. اون موقع خوب بود دیگه، راحت گوشی دستت بود میومد دیگه، کاری نداشت، کسی کاری نداشت. ولی خب اونجا خیلی ترسه، گفتم آقا گوشیم رفت، چقدر بابام پول اینو داد، برم خونه کتک میخورم فلان. اصلا یه بعد هر اینا تو ذهنم بود، یکی بدتر میزدن. تو پادگانم هم چیکاری کردی؟ آره من تو پادگانم هم چیکاری کردم. اونم برای بچه‌ها تعریف کن. حالا شما بعدیشو جواب بگو، بعد تا شیرین بشه. من تا حالا از خودم بدم نیومده. نه مثلا یه کاری کرده. چرا یه بار، ولی قابل گفتن نیست. آره چیزی نیست که بتونم بگم. میتونم بگم ولی یوتیوب یه خورده چیز میکنه. خب آره. خب اون داستان سربازی رو بگو که اون دوست عزیزمون رو زدی. دوست عزیزمون. آقا ما خدمت دیدی چجوریه دیگه. خدمت یه کار تو مخیه. حالا کار تو مخی یعنی مثلا مثل چی مونه، بعضی اصلا واقعا دوست ندارن درس بخونن، کار تو مخیه ولی باید بخونن. یعنی باید تا تش بخونن، حداقل دیپلم رو بگیرن. بفهمید چی نوش جان من میخورم اینو تعریف کنم ازت بخورم. ما همین سربازی اومدیم بگذرونیم دیگه، آخرای سربازی شد، تموم شده بودن دیگه، واقعا نای راه رفتن نداشتن. یه آخراش بود، میگفتم خدا از این و شاد، خدایا مرسی، تموم از این و اینجوری بوده. نمیکشیدن. آره دیگه آدم نکش شده بودن. حالا تو هم رفتی سربازی؟ بله اول تو رفتی بعد من رفتم. آقا هیچی دیگه، ساعت 6:30 صبح ما نشستیم. من میدونم مثلا خواب گوشی نوکیا 12 اینجوری دستم، منتظر بودم سرهنگ زنگ بزنه جیلینگی برم دنبالش. بعد راننده سرهنگ بودی تو پادگان میرسوندمش، مثلا کجا، مثلا ساختمون فلانجا، تو خود پادگان بود ولی خب راهش طولانی بود دیگه. مثلا میرسوندمش، میگفت برو تو یگان، هر موقع زنگ زدم بیا دوباره دنبالم، وای نستا اینجا، چون کارش طول میکشید. من نمیدونم آخه 6:30 صبح کی جلسه میذاره. یهو دیدیم آقا ساعت 6 صبح، مثلا ما 5:45 پادگان بودیم، مثلا تا 6 خودمون رو جمع میکردیم. این سرهنگ ما 6 صبح یهو رسید. سرهنگ تمام، خفن، خوشتیپ، اسمش هم دانیال بود، سنش هم خیلی کم بود. دیده بودمش. آره دیده بودمش. دیدمش اومدیم رفتیم با هم رفتیم. آره سنش خیلی کم بود. بعد این با درس خوندن این درجه ها رو گرفته. آره دیگه. اگه درس نخونن که تهش میشن سروان. آره 4 تا ستاره میگیرن. اون که سرهنگ میشن اونا دانشکده رفتن. آره هی با کلاسو، این سرهنگ با کلاس ارتشی خیلی خفن. آقا 6 صبح اومد، من فامیلیم سلام زاده، بهم میگفت سلام چجوری.
نیجی میگه گفت سلام سری ماشینو گرم کن اومدم بریم جلسه دیدم شد. من نه کلا برداشتم نه چیزی سری رفتم ماشینو برو گفتم سرنگ کلا گفت بابا همین جایی برو. رفتیم و پیادهش کردم تو همون یگان دیگه برگشتم. آقا نشستیم من خسته کوفته شبش مثلا ساعت 2:30 صبح خوابیده بودم 45 دقیقه تو پادگان و فلان. خیلی هم حس بدیه باید بشینی اونجوری منتظر اینجوری. بعد من آخره خدمتم بود ارشد بودم دیگه یه پرچمم دستم بود یه ارشد بودم. ارشد مثلا 7-8 نفر سرباز تو یگان خودمون. من دم در نشسته بودم مثلا این یگان ماست اینم یه یگان دیگه است. خب همه سربازا هم رفیقن دیگه. آره. بعد برام 6 صبح بود بی‌عصاب فلان بیسار و اینا. ارشد این اومد پیش من چطوری چه خبر چیکار بود. منم هیچ داشتیم صحبت می‌کردیم خیلی عادی داشتیم صحبت می‌کردیم. من بعد یهو رفت و فلان و اینا. 2 دقیقه بعد اومد یهو شیلنگو باز کرد داشتیم باغچه آب میداد. خودش چون ارشد بود اونم ارشد بود کاری نمی‌کرد ولی دوست داشت باغچه آب بده. آره من خیلی حس قشنگه. من منشی بودم ولی حوصله‌ام سر میرفت می‌دیدم هیچ کاری ندارم. آفرین میرفتم درخت‌ها رو آب میدادم حال میداد. اینجوری صدای جیک جیک بعد پادگان درختاش واقعا خفنه سرسبز واقعا. یعنی میای تو پادگان یه جور دیگه نفس میکشی ولی میری بیرون یه جور دیگه نفس. قشنگ محیطو چیز کرده. این یهو اومد داشت همینجوری آب می‌باشید. البته پادگان خوبی بودیم. آره. پادگان خوبی بودیم چون پادگانایی هستن که اصلا آره خوب وسط بیابونی هیچی ندارن. هیچی نداشتیم. من 3 ماه سابقه‌شو داشتم دیگه. لب مرز. آره آقا دیدی مثلا شیلنگو سفت میگیری اینجوری میشه اینجوری بعد از بغلو هم میزنه بیرون هی اینجوری یه وری میداد هی قطره میخورد به من. گفتم نکن اول گفتم نکن خانک میشی دیگه بابا یه صد دیگه میخواد آفتاب بزنه له میخوای بزنی اینجا. اوایل تابستونم بود برج فکر کنم 3-2 اینا بود فکر کنم. بعد عید بود دیگه همه کما زده بودن بعد عید بود قشنگ یادم. یه دوباره زد یکی از اون ور داد زد مثلا این یگانه اینم یگانه ماه. یکی از اون ور داد زد اسم یارو رو بذار بگم اسم جعفری بود. گفت جعفری او هر کی نریده. آقا اینو گفت یهو آبا نگرداشون یعنی گفتم لامصب بذار 3 ثانیه بشه از حرفش در بیاد یهو از این ریخ رو مثلا یه شلوار نه گوش کن یه شلوار کلا خیس شد. رفتم گرفتمش آب و اینجوری رو سرش خالی کردم خودم دوباره خیس شدم. گفتم نه جوره با خنده هم میرفتی با وضعیت خیس. آره با خنده گرفتم اینجوری میگرفتم اون میداد و اینا با پوتین میزدم تاخ با خنده با رفیق آره با هم خدمت کردیم 20 ماه با هم بودیم یعنی هر روز داشتم قیافه نحسمو میدیدیم. یهو دیدم یه 83 کادری گروهبانم بود همینجوری اینجا رد میشه اوی چه گویی میخوری یهو همینجوری بعد مثلا اون موقع مثلا ما 24-25 سالمون بود اون 83 بود تازه انگار معلوم بود آشنا داشت اومده بود کادری شده بود. یهو اینجوری کرد اوی چه گویی میخوری اول صبح یهو ما دوتا ریدیم این چی میگه آخه عجیبه کادریا اینجوری نیستن اصلا گروهبان بود گروهبان تو با سربازا خفن‌تر باحال‌تر با هم رفتار می‌کنه یهو جوگیر بود تازه اومده بود چه داستانی. آره جوگیر گفتم ببین پوتین من از سن تو زیادتره همینجوری گفتم پوتین من از سن تو زیادتره واسه چی حرفو میزنم فلان اینا. حالا این رفیقم اما جفری لامصب که یهو گفت هر کی نریده ریخ رو اینجوری کرد ولکم اینجوری گفت ولکم فلان دوستا رو اینا. من سرم اینجوری آخه چیزی هم یهو نگفتا چیزی به یا سر تکون دادم گفتم خدایا ببین اجیره کیا شدیم ما. بعد این رفت اون آخرام هست آدم مخش نمیکشه دیگه مخم تموم میشه بریم دیگه. ای دست و بالم اینجوری داشتم نگاه خیس بودم اینجوری گفتم خدایا چه عجلی گیر کردی با دست سر تکون میدادم. بعد جفری هم داشت سرمرشو پاک میشه اونم خیس بودی سرش دادم زیر شیلنگ دیگه. یهو رد شده یه فوش مادر داد و کی؟ گروهبانه 83 84
یه نگاه کردم این و یه نگاه کردم اون بعد دیدم یه دونه جارو خب بازیه. برداشتم تخت رفتم تو قوزک میتوید. این که داشت میتوید جارو رو انداختم رفتم حوض. من رفتم حوض، اومد دم حوض بشه یه لغت دارم رفت. خدا منو ببخش نباید بخندم. یادم پاش شکسته بود. آره قوزک پاش شکست، چون آخه لباسای کادری وقتی میپوشن از این کفشای مردونه میپوشن. آره دیگه پوتین نبود، کفش مردونه بود، قشنگ زدم تو قوزک پاش. حالا بعد برای ما مثلا پوتین بود هر چقدر مثلا میزای قوزک با درد میگیره. آره ولی اون از این کفش مردونه کچلواریا پوشیده بود. زدم شلوارم پارچه‌ای اصلا یه لنگ میبینم اومد بشینه بگه پام چی شده، یه لغت زدم رفت تو حوض. تو حوض یه فاروزی رو حوض بود. چقدر خندیدیم. چقدر نخندیدیم. اونجا از خودت بدت نمیاد؟ اونجا از خودم بدت نمیاد ولی تو بازداشتگاه چقدر خندیدیم. رفتی بازداشتگاه خود پادگان. چیز نشدیم؟ ازا؟ نه فقط بازداشت کردن، بلای دیگه 3 روز بازداشتم کردن، یه ماه اضافه خوردم، پول بیمارستانشو دادم و با یه ماه حقوقشو. رضایت گرفتی. خود دادگاه گفتش که یه ماه حقوقشو. پس دادگاه رفتی؟ آره خود دادگاه گفتش یه ماه حقوقشو باید بدی. این کارو باش کردی. پول درمان گرفتم. یه ماه اضافه خوردم، دم سرهنگ اونم خدا هر جا هست واقعا نگهش داره. اون یه ماه یه جوری هی منو یه جوری سرگرم میکرد که این یه ماه بگذره. 2 روز میگفت نه یا 3 روز بیا، 4 روز نه یا 5 روز بیا، اینجوری یه ماه آخره بگذره. بعد که دیدم آخره خدمتم بود مثلا 2 هفته بود دیگه تمومش کنم، یه ماه هم دیگه اضافه تر شد، دیگه اصلا دیوونه شده بود. اون خیلی بده. آره ولی دیگه دمش گرم اوکیش کرد سرهنگ. این هم از خاطره جالبه خدمت. حالا من یه چیزی به شما بگم بچه‌ها، آریا یه داداش دوقلو داره. احتمالاً ببینیدش. احتمالاً آره ببینیدش. میتونیم یه اپیزود برامون بسازیم ولی اصلا شبیه هم نیست. کایروپرکتیک و ایناش. آره. ولی اصلا شبیه هم نیست. چرا شبیه هم نیستی؟ دوقلوی ناهمسا میگن. ناهمسان. آره. اصلا شبیه هم نیستیم. اون قدش بلندتره. آفرین. 10 سانت ازم بلندتره. 10 سانت ازش بلندتره. ولی کوچیک‌تره. اون که 10 سانت بلندتره کوچیک‌تره. آره. 5 دقیقه؟ آره 5 دقیقه کوچیک‌تره. یه جوری میگی انگار مثلا دیروز با هم آشنا شدیم. 5 دقیقه 22 ساله میدونم 5 دقیقه. سر 5 دقیقه با هم کل می‌کنه. آره ما با هم رفتیم خدمت. آره. خیلی جالب بود. چقدر هم اصرار داشتیم که پاشا هم بره. بهترین کارم کرد، رفت و خودش رو خلاص کرد. بچه شما اگه نرفتید حتما برید. نه چیز سختیه نه چیز عذاب آوریه. آره تو خودتون برای خودتون تو مخی درست نکنید هیچ اتفاقی نمیافته. برید ازش نترسید. اگه باید برید مجبورید که برید تمامش کنید بره. واقعا آره. چون کسایی واقعا میومدن پادگان 37 ساله 40 ساله. آره. بابا من این همه درس خوندم ولی بازم اومدم سربازی گفتم بعد این چیزیه که مجبوری برید. تازه اگه به من بود من 18 سالگی میرفتم، یعنی دانشگاهم نمیرفتم. آره منم همین. یعنی زودتر میرفتم خدمت میومدم بعد میرفتم. بعضی بود مثلا اومده بود میگفتش که هنوز مهر دیپلمم خوش نشده اومدم خدمت. آره. عشق می‌کردم مثلا آفرین. بهترین کارو زودترین حالت بچه‌های شهرستان کارو میکنن. بهترین کارو میکنن. بچه‌های تهران نه. میدونی چرا؟ چون بچهای شهرستان یه خورده سختی که کشیدن. حالا شهرستانایی که ما داریم میگیم منظور من بچهای روستاهان بیشتر. خب اونا یه خورده سختیاشون از ماها خیلی بیشتر بوده. آره داشتم میگفتم کمتر. بیشتر بوده واسه همین راحت تر با مقوله سربازی کنار میان. ولی کسایی مثل ماها، من خودم قبل اینکه برم خدمت یه بوت عظیمی ازش واسه خودم ساختم، یه چیز خیلی سخت، مثلا وای قراره برم سربازی انا 6 صبح میان با لگد بیدارمون میکنن فلان. این چیزایی که بقیه میگن رو تاثیر میذاره ولی وقتی رفتم توش دیدم نه انقدر چیز سخت، انقدر چیز نیست اونقدر. ولی خب اوایلش این کارو باز میکنه. یه موقع‌هایی اعصاب خورد کن هست، نه اینکه نیست نباشه، ولی فقط اعصاب خوردیه. اونم اگه بتونی با یه سری مسائل کنار بیای دیگه اوکیه. آره چیز ترسناکی نیست. یه سری فکر میکنم وای انا برن اونجا مثلا میگن صبح تا شب جارو بزن فلان. چرا این بلاها رو سر کسایی میارن که پروبازی در میارن؟ ایوه. بزرگترین دروغی که به دور و بریات گفتی باید راجبش فکر کنم.
ولی اون دروغه میارزید که اون دروغه رو بگی. الان حضور ذهن ندارم ولی که میگفتی ای بابا کاش نمیگفته. عجب گل. آخه میدونی چیه، من خیلی کم پیش میاد دروغ بگم، یعنی خیلی جام ضربهشو خوردم یعنی بابتش هم اصلا واقعا الان بلد نیستن دروغ بگن، اصلا چشاشون آدم میفهمه. آره ببین خیلی کم پیش میاد دروغ، حتی اگه مقصر شناخته بشم یا چیزی خیلی کم پیشه. واسه همین حضور ذهن نه اینکه نگفته باشم و من پسر پاکیم فلان اینا، نه دروغ زیاد گفتم، ولی اینکه یه دروغای سرانگشتی، آره دروغی که خیلی بزرگ باشه خیلی تاثیرگذار باشه رو چیزی الان مد نظرم نیست که چیزی رو بخواد عوض کنه. حالا راجبش فکر میکنم اگه چیزی یادم اومد یهو وسط حرف میگم. اوکی. تو چی تو خودت چی؟ من بزرگترین دروغی گفتم خیلی بچه بودم. خیلی بچه. بذار منم راجع به بچگیام یه خورده فکر کنم. حالا تو تعریف کن تا من یه خورده فکر کنم ببینم چیزی به ذهنم میرسه. دروغی که گفته بودم به کی گفته بودم به نظرت؟ کی؟ به حامد کاویانپور فوتبالیست مملکت. ما بچه بودیم، من عاشق فوتبال بودم، من میمردم واسه فوتبال. یادت چقدر ما فوتبال بازی می‌کردیم تو رو بازی نمی‌دادیم؟ آره تو منو بازی نمی‌دادید ولی تا لیگ دسته 2 رفتم. ولی باشه تو چند سال ازم کوچیک‌تری؟ 5 سال؟ 78 ام من. 4 سال. من 74 ام. آره 4 سال اما کوچیک‌تره. حالا الان فوتبال گفت یا یادم افتاد. ما که بچه بودیم میرفتیم خب اون موقع تو کوچه‌مون فوتبال بازی می‌کردیم، با هم همسایه بودیم. از همون کوچیک‌تر بود مثلا. یه چیزی هم بذار بگم، اینا رفته بودن میلیگرد خریده بودن، دروازه کوچیک درست کرده بودن، گفتم میشه منم پول بدم، گفت تو که بازی نمی‌کنی پول بدی. خیلی نامرد بودی هیچ وقت. ولی میری دو تا چیز یادم نمیره، یکی این حرفتون، یکی هم نه تیمسا. حالا منتظر بودم یکی توپتون میرفت تو همسایه منو می‌دید. همینو می‌خواستم بگم. تو بچه بودم گفتم خب بچه‌ست بذار توپشو بزنه. ما 8 9 سال 10 سالمون بود. خب پاشام یه 4 سالی اما کوچیک‌تر بود، مثلا موقع 6 سالش بود 7 سالش بود. ما میرفتیم همه تو کوچه فوتبال بازی می‌کردیم، 5 6 از دوستا و همسایه‌ها. خب صدامون رو میشنید میومد، پسر بچه براش جذاب بود دیگه، ما هم داریم بازی می‌کنیم میومد با ما بازی کنه. خب هم کوچیک‌تر از ما بود، همین که یه داستانی بود که ما همیشه تیمامون تکمیل بود، مثلا 2 تا 3 نفره بازی می‌کردیم یا 2 تا 4 نفره. این بنده خدا میومد میدید داریم بازی می‌کنیم، آقا منم بازی بدیم. همیشه بهش میگفتیم تو گوشه وایسا، تیم سه تو، هر تیمی که باخت میاد بیرون، تو از توشون یار بکش بیا تو بازی کن. و ما اینقدر فوتبال بازی میکردیم یا مثلا 30 تا گل 40 تا گل میزدیم ولی هیچ وقت اون بازی تموم نمیشد که تیم سه قرار باشه. من خیلی فوتبال دوست داشتم، اینا من راه نمیدن. بعد می‌دونی از چی بیشتر میسودم؟ از داداشت توپو شوت می‌کرد، اصلا فوتبال بلد اصلا بلدش توپ دستش بگیره، ولی میرفت بازی می‌شد. یادم بیا بیرون بذار من برم، تو بلد نیستی. میگفت نه می‌خوام بازی کنم. مثلا فوتبال مثلا استقلال پرسپولیس یا مثلا اینا که میشد، یا مثلا 5 6 نفری من آریا کسایی که تو کوچه فوتبال بازی می‌کردیم میشستیم مثلا خونه آرینا نگاه می‌کردیم، آپتین سرش تو گوشی، داداشش سرش تو گوشی. گفتم ببین دیگه من فوتبال دوست دارم. گفتم چرا بازی کنم، من بازی کنم تو کوچه. آره. بعد جالبیش این بود که مثلا توپمون میرفت ته کوچه یا شوت می‌کردیم، کوچه‌مون بنبست بود، ما ته کوچه بازی می‌کردیم، توپو میشوتیدیم میرفت سر کوچه یا تو خیابون. بعد عشقشو داشت چون مثلا به توپ برسه بخواد بازی کنه، میدوید دنبال تو، میگفتیم آفرین باشه برو توپو بیار. خدا میرفت توپو می آورد، یا مثلا توپو شوت می‌کردیم با ارتفاع زیاد میرفت خونه همسایه. بعد دیگه انقدر زنگ زده بودیم کل کوچه دستمون شاکی بود. ولی میدونستن این تایم واقعا دیگه شده بود مثلا این تایم 4 5 نفر دارن میاد درا رو باز می‌کردن. آره چون میرسه هر روز ما رو می‌دیدن، آخراشو این کارو می‌کرد چون هر روز ما رو داشتن می‌دیدن واقعا. و اون موقعی که دیگه رومون نمیشد زنگ بزنیم یا دعوامون می‌کردن، باشه بدو از دیوار برو بالا برو حیاطش. منم دیوانه از دیوار چی شد، بعد خوشحال میشد که یه کاری به من گفتم بکنم، داورم نمیذاشم وایسا. عجیب. رفتیم داشتی حامد کاویانپور رو میگفت. رفتیم توی بزرگترین دروغی که گفتم واسه حامد کاویانپور بود. چه دروغی بهش گفتی؟ خب از جایی که من فوتبال دوست داشتم شما نمیذاشی من برم فوتبال بازی کنم با شما. بابای من حالا یه آشنایی داشت توی آکادمی فوتبال توی
دیباجی جنوبی. برای علی انصاریان بود یا مدت فکر کنم برای علی انصاریان میگفتن اینجوریه ولی دقیقش نمیدونم. خب بعد تیم نونهالانه پرسپولیس بازی میکردن ولی خب شهریاری خیلی بالایی داشت، خیلی بالا بود. بعد خیلی آدمای محدودی می اومدن. بعد یه بار اومد گفتش که تو خیلی میدویی، سرعتت خوبه ولی بازیت خوب نیست. گفتم آره من بازیم اصلا خوب نیست. گفت بد یاد میدم. تو با حامد کاویان گفت بد یاد میدم. مربیتون بود آره، یا اومده بود سر بزنه؟ مربی اون بود. گفتم باش پس بهم یاد بده، من که خوب میدم دیگه. گفت چی؟ گفتم من پا چپم. گفت هافک راست. گفتم من از خدا تو هم چپ پایی پس؟ منم چپ پا. بعد گفت برو هافک راست. پاس دادم بودو سانت گو. آقا هی پاس دادم بودو سانت. آقا بازیمون خوب شد. 2-3 نفرم دیری بیادی بازیمون خوب شد. هی رفتیم بالاتر و فلان و اینا. یه روز اومد بغل نشد گفت بازیت خیلی خوب شده. گفتم میخوام یه شیرینی به شما بدم، من بازیم خیلی خوبه. گفت چه شیرینی؟ ما توی شمشک ویلا داریم، پشت ویلا حیاط چیز فوتبال، من همیشه اونجا بازی میکنم، بریم با هم فوتبال بازی کنیم. چه جالب، بذار به بچه‌ام بگم. رفت به بچه‌ام گفت بذار همه بچه‌ها بیان ویلا ببریم اونجا. بعد خالی بسته بودی؟ آره. بعد گفتم شمشک ویلایی داریم، شمشک بزرگ، پشتش زمین فوتبال اصلا بیا پشتش باغ بود. بابام کرد بگو بازی رسمی هم کرده زمین فوتبال. من میروز فوتبال رو دوست دارم. بابام کرده زمین فوتبال، هر روز دارم فوتبال بازی میکنم اونجا، هر روزم میریم اونجا. اوه چه جالب، بذار بچه‌ها رو میرم همه بریم اونجا، هر کی هر خانواده یه چیزی بیاره فلان و اینا. پیکنیک. آره هر خانواده یه چیزی بیاره اونجا، مثلا بچه‌ها بخورن صبح بریم مثلا ظهر برگردیم و اینا. یه نگاه کردم به آقای کاویانپور، یه نگاه کردم به مامانم، یه چشمک گفتم خدالش. آخرام مامانمونو کوبیدیم داریم. آره آخرام مامان گفت بابا این زر میزنه. گفتم ماما یه ذره آروم‌تر. بابا این زر میزنه مثلا اینجوری نگاه. اگه تو یادت نمیاد یه چیز از سوال بپرس شاید بپرس. چیز دیگه بپرس. کسی که میخوای قضاوت کنی اول از رو چیش قضاوت، از ظاهر قضاوت کنی یا از حرکاتش یا از ببین اولین گزینه که آدم توی یه شخص میبینه ظاهره. تو ممکنه با طرف حرفم نزنی ولی خب خیلی موقع قدیما از رو ظاهر آدما خیلی قضاوتشون میکردم. بعد به این نتیجه رسیدم که اصلا ممکنه ظاهر آدما با باطنشون یکی نباشه. یعنی به عینه 1000 بار اینو دیدم. الان سعی میکنم اصلا ظاهر کسی رو بهش توجه نمیکنم که مثلا ظاهرش خوبه بده، چه شکلی، زشته، خوشگله. قدیم خیلی این کارو میکردم ولی الان سعی میکنم یه خورده معاشرت کنم تا فردا اون آدمو بشناسم، ببینم که چجوریه. اون موقع قضاوتش میکنم از رفتارش. از ظاهر قضاوت نکردم هیچ وقت. منم اینی که میگم مثلا واسه 17 18 سالگیم 19 سالگیم، یعنی واسه 10 12 سال از ظاهر قضاوت نکردم. من با همه مدل رفیق بودم، چه تا اینجا تتو بوده چه تا اینجا خوش. آره تو دوست و رفیقم زیاد داری. من اینجوری نیستم. دیدی که من دوستام خیلی محدودن ولی تو ماشاءالله تو خیابون راه میریم با همه سلام علیکم. یعنی عجیب غریبه، با هم نشستیم رو موتور قراره یه جا بریم 3 نفر آدم دارن خیابون رد میشن سلام فلانی سلام، اونم همه سلام. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ آره یا بعضی‌هاشون قضاوت نمی‌کنن، بعضی دل پاکی دارن و بعضی اصلا ظاهرشون هم خوبه هم باطنشون. یکی از پوانای مثبت رفیقاته که همیشه باید به خود جذبش کنی. این نظر منه. به نظر من اصلا یه رفیقایی دارم که اصلا واقعا ماه یعنی هیچ جا نمیتونم پیداشون کنم. یعنی از روزی میترسم که اگه یک روزی خواستم مهاجرت کنم آره از یکی از فوبیای آدم که ترسی که آدم میگم خب از اینا دورم، اشکال نداره با تلفن اوکی ولی بازم میشه دوباره بشینه بغل دستم بگیم بخندیم. باشه تلفن که زیاد حال میده بهتا، اون انقدر دلتنگیه انقدرش میره، ولی همون یه انقدری که بغلت میشستم میگفتیم میخندیدین فوش برام میدادین دعوا میکردین. هر موقع به مهاجرت فکر میکنم همینه داستانم. فکر میکنم با همه چی میتونم کنار بیام ولی یه سری دوستامو چجوری باید مثلا ازشون دور باشم این خیلی سخته. با اینکه من کلا مثلا 3-4 تا دوست 4-5 تا دوست بیشتر ندارم ولی همونا چون
رفاقت خیلی سنگینه، همینجور 20 ساله 21 2 ساله است. آره دیگه مثل خودمون یعنی 22 ساله با هم. زیاد با آدمای جدید نمیتونم ارتباط بگیرم، نه اینکه مثلا چیز باشه با طرف رفیق. خود دیدی دیگه مثلا با همه رفیق میشم میگم میخندم، ولی اینکه رفاقت عمیقی بخوام با طرف ایجاد کنم نداره. آره مثلا طرفو مثلا یه جا میبینم باهاش هم حالم میکنم، میگیم میخندیم عشق حالمونو میکنیم، ولی وقتی که خدافظی میکنیم دیگه خدافظی کردیم، من میرم پی زندگی خودم دیگه، هم کاری ندارم. آدم جدید زیاد تو زندگیم راه نمیدم، ولی اون 4-5 تایی که باشون مثلا 20 سال رفیقم، موقعی که به مهاجرت و اینا فکر میکنم یا صحبتش میشه، فکر میکنم تنها چیزی که بخواد اذیتم کنه مثلا دوری از همین دوستی ها و رفاقت هست. چیز دیگه ای نیستش که مثلا وابستش باشم. رفاقت عمیق خیلی ارزشمنده. آره واقعا خیلی، من با این کلمه موافقم. اگه میخوای یه خاطره رو از ذهنت پاک بکنی، ولی خوب یادته ها، خیلی خوب اون خاطره یادته، ولی میخوای از ذهنت پاکش کنی، چیه اون خاطره و چرا؟ خاطره‌ای که بخوام از ذهنم پاکش کنم، ما یه فکر کنم تو هم در جریانش باشی، اون موقع که خدمت میرفتیم، اون موقع که لب مرز بودم 3 ماه اولی که بعد آموزشی افتادم لب مرز تقسیم شدیم. خب من آپتین با هم بودیم دیگه، با هم تقسیم شدیم. اگه یاد باشه آپتینو یه تایمی مریض شد، اول کرونا بود، اول آره کووید بودش، ما رفتیم خدمت، یعنی ما رفتیم خدمت شروع شد، من آموزشی کلا 20 روز رفت، 20 روز هم کمتر رفتم، 18 روز رفتم. اومدن گفتم به خاطر کووید برید خونه هاتون، بعد تقسیممون کردن، ما رو فرستادن لب مرز، اصلا خیلی عجیب غریب هم تقسیم کردن. اونجا که افتادیم هر کی عطسه میکرد میگفتن تو کرونا داری. آره دوران یادم این شدش که آپتین یه روز مریض شد تو پادگان، حالت سرماخوردگی، یه خوردم تب کرد، بردنش قرنطینه‌اش کردنش تو یه اتاق، در و روش زنجیر کردن. ببین قشنگ انگار مثلا آپتینی که میگه داداشش. داداشش گفتیم داداش تو. آره گفتم یه بار دیگه بگم. آره چیز کردم، اینا گفتن تب داری و مشکوک به کووید و کرونا و اینا، بعد لب مرز ببین اصلا یه چیز درب و داغ و یه چیزی میگم یه چیزی میشنم. آره اسم پادگانم نمیگم که یه موقعی مثلا حالا داستانی برامون نشه. خیلی جای مزخرفی بود، خیلی ما آب خوردن هم نداشتیم، حتی آب شور داشت. آره آب شور بود، منم کشیده، منم سربازی رفته. خیلی اصلا اونجا که ما بودیم خیلی افتضاح. آره میدونم. خیلی دیگه تو در جریان خیلی مسائلش بودی دیگه. یه خلاصه سرتو درد نیارم، گفتن آپتین مریض شده و یعنی کووید و کردنش توی اتاق، در و روش زنجیر کردن و هیچکی سمتشون نمیرفت، مثلا زامبیه طرف. بنده خدا یه تب کردی دیگه. برداشت شد، اومدن زنجیر رو باز کردن، فرستادنشون بیمارستان. 3-4 تا سرباز دیگه هم بودن، آپتین هم خب با اینا بود دیگه، فرستادن بیمارستان. اون موقع حتی تستش هم نیومده بود چون اولش بود، اصلا تستی وجود نداشت. اینا میفرستن سی تی اسکن ریه و اینا که ببینن ریه درگیر شده نشده. از صبح مثلا ساعت 7 صبح اینا رو فرستادن تا 4 بعد از ظهر. و ما نه تلفنی داشتیم نه موبایلی داشتیم، بعد اصلا پادگانمون تلفن نداشت، واقعا تلفن وجود نداشت توی پادگان. جوری بودش که کسایی که میخواستن تلفن بزنن، از سربازایی که یواشکی تلفن می آوردن، گوشی می آوردن، میگرفتن میزدن، یا اینکه میرفتن التماس یه کادریو میکردن که آقا گوشی تو بده، جون مادر دیگه گوشی بده من زنگ بزنم. آپتین هم که گوشی نداشت، رفته بود بیمارستان، اصلا نمیدونستم کجاست. 4-5 بعد از ظهر شد، دیدیم هیچ خبری نیست و یه کادری داشتیم، تنها کادری انسانی بود که اونجا وجود داشت. تو اون پادگان وجود داشت. آره تو اون پادگان بودن، خوبم بودن توشون، ولی این خیلی از همشون بهتر بود، ولی 99% آدمای مزخرفی بودن کادری اونجا. چون محیط پادگان هم باعث میشه که اونا مزخرف. آره بعد اونجا پادگان نظامی بود، مثل پادگانای تهران نبود که مثلا ماها رفتیم خدمت کردیم کادری همش بیاد بره. مثلا اونجا 2000 تا سرباز بود، سرگرد میدیدن جفت میکردن دیگه، چه برسه مثلا سرهنگ که میدیدن سرهنگ اومده، یعنی مثلا اینجوری بود. کادری اصلا وجود نداشت. و کادری که اونجا بودن یه خورده اخلاق نداشتن. خب ببین البته جای خدمتشون هم تو فکر کن لب مرزی هر روز باید بری اونجا 2000 تا سرباز ضد هوایی بیاری، اینو بیاری، سربازی یکی میزنه خودشو میکشه، اون یکی میزنه لتوپان
یه اعصاب برات نمیمونه دیگه. اونم همشون همینجوری بوده، عصبی بوده. این بنده خدایی کادری هم که بود دید من اعصابم خورده، منو چیز کرد، گفتش بیا من برات یه برگه مینویسم، برو بیمارستان. برو بیمارستان ازشون بپرس ببین کجاست و فلان و اینا. گفتم باش. آقا ما رو برد تو دفتر، گوشی دفتر زنگ زد، آپتیم بود. یه دونه گوشی گیر آورده بود از یکی از بچه‌ها گرفته بود، زنگ زد. بعد همون لحظه‌ای که من تو دفتر بودم آپتیم زنگ زد. یارو من فلان بیمارستانم و اینا. گفتم به آریا مثلا خبر بدید نگران نباش. اونم سریع گفت من دارم برای آریا برگه می‌نویسم. خلاصه من رفتم تو شهر رو هی از این بیمارستان به اون تا من میرسیدم بیمارستانی میگفتن همین الان بردنشون رفتن فلان بیمارستان. 4 تا بیمارستان رو سر زدم تا آخرین بیمارستانی که رسیدم گفتن که آره اینجا، ولی توی اتاق قرنطینه، اما حالت زامبی طور که دور تا دور بس. تا حقم داشتم، اون همه کشته داد دیگه. هم کشته هم خیلی ترسیده بودن. آره. مثلا 5-6 تا سرباز اونجا بودن، گفتم بیا به همشون گفتم بیاید برید. آپتین رو نگه داشتن، در رو روش بستن، قفل کردن. و فکر کنم من وایسادم، همه رو گفتم بیاید برید، برای همه 14 روز استعلاجی نوشتن، گفتم برید خونه هاتون استراحت کنید، این یه دونه باید بمونه. این یه دونه باید بمونه چیه؟ خلاصه سرتون رو درد نیارم که 2 روز یا 3 روز اونجا بودم، پیش آپتین بودم، بیمارستان بستریش کردن، هیچ کس به ما نمیگفت چه داستانیه، فقط میگفتن که باید بره بیمارستان خون بستری بشه. و ما آقا چیه داستان چیه چی شده، هیچ کی جوابمون رو نمیداد. تا اینکه مرخصی گرفتیم و اومدیم، گفتن بیمارستان خونه اون شهر، اسمم نمیبرم تو میدونی ولی اسم بهتر نمیدونم، گفتن که جا نداره بره تهران، اونجا آزمایشاشو نشون بده و بره بستریشه. ما رو فرستادن، مرخصی گرفتیم اومدیم، منم باش اومدم، با یه جنگ و دعوایی مرخصی گرفتم اومدم، رسوندیمش تهران، رفتیم بیمارستان ارتش تهران. 500 نه، بیمارستان خانواده. آها. پایین اتوبان سیاد. رفتیم اونجا. فاطمی دیگه که چی؟ فاطمی. نه پایین میدون، پایین چیز بود، خیابون شریعتی پشت سینما ایران. سینما ایران فهمیدم. اونجا از سیاد میرفتی پایین میپیچیم تو شریعتی، همونجاست. بعد آپتینو بردیم اونجا و گفتن که همراه نمیتونه بیاد تو، خودش باید بیاد تو. بعدم من وایسادم بیرون، آپتین از اتاق مطب دکتر اومد بیرون، خیلی قیافش ترکیده بود، مثلا دو قلویم هر لحظه با هم میفهمیم دیگه. بهش گفتم چیه چته فلا اینا، گفتش که دکتر بهم گفته که سرطان مغز و استخوان داری. گفتم چی؟ ببین بدترین خاطره زندگیم اینه که اینو بهش گفتن، ولی خدا رو شکر به این نتیجه رسیدیم که دستگاه‌های بیمارستانی که آپتین تو اون شهر بستری بود خراب بوده، پلاکت‌های خونشو کم نشون داده بود. اصلا آره میگفتن پلاکت نداره، بعد جوری میگفتن اوضاعش وخیمه که مثلا یکی از آشناهامون پزشک بود، جواب آزمایش رو براش فرستاده بودیم، نشسته بود گریه کرده بود برای آپتین اینجوری. و من همین گفتم بابا تو سالمی، یهو چی شد این داستانا. این بدترین خاطره بود که رفتیم آزمایش داد، دیدیم همه چیزش سالمه، همه چیزش اوکیه. بعد فهمیدیم اون دستگاه اونجا خراب بوده. ولی یه 2-3 روز سختی بود، خیلی سخت بود. ایوه چه خاطره اونجا فهمیدم اونایی که دور و بریاشون یا عزیزاشون سرطان دارن یا یه مشکل خیلی حادی دارن، خیلی حس بدیه. آره این بدترین خاطرم بود که واقعا دوست دارم که پاک شه کلا. تو چی؟ به نظر من پاک البته تهش خوب بوده، تهش که فهمیدیم تهش آره تهش خوب باشه بهتره که باشه. آره. به نظر من ولی تجربه بود، ولی اون چالشایی که کردی که باعث میشه که اون پاک بشه. آره اون حسی که داشتم اون لحظه خیلی حس بدی. چالش سختایی که داشتی اون دوست داری پاک بشه. آره. خب سوالی که دیگه نداریم تمام. آره دیگه فکر کنم یه خوردم این اپیزودمون طولانی شد، خیلی هم خاطره بازی کردیم. آره خیلی خاطره بازی کردیم. ان شاءالله که برای بچه‌ها جذاب بوده باشه. ان شاءالله. فقط
نظرت چیه؟ اینم ازت بپرسم نظرت چیه؟ دفعه ازت پرسیدم البته، گفتم که مهمون اولی که بیاریم راجع به چی باشه. ببین یه چیزی بگم، ما 22 سال با هم رفیقیم، مثل داداش میمونیم. هر چی تو یا من بگیم هیچ فرقی نداره. آره نه می‌خواستم نظر بچه‌ها رو بذار بگیم چی. من اینو میخوام. میتونیم نظر بچه‌ها رو بپرسیم. نظر بچه‌ها آخه تا این ویدیو بخواد احتمالاً برای اپیزود بعد تا این ویدیو بخواد ادیت شه و آپلود شه ممکنه ما اپیزود بعدو بگیریم. از اون به بعدش نظر بچه‌ها رو بگیریم. تو نظرت رو چیه؟ من نظرم اینه که اپیزود بعد یه نفر رو بیاریم، حالا هر کسی، ورزشکار، دکتر، مهندس. نه همون اینو میخوام بدونم که کیو بیاریم. تو چه دوست داری بگو همون. میتونیم با همین کایروپرکتیک و اینا شروع کنیم. کایروپرکتیک شروع می‌کنیم. هر کدوم تو بگی. میخوام از ورزش شروع کنیم چون بیننده‌های بیشتری داره. آره. ورزش رو اوکیش کنیم که بچه‌ها هم ببینن. ورزش بدنسازی رو شروع می‌کنیم که رشته‌های دیگر هم میاریم. ولی اصلی که بدنسازی رو شروع می‌کنیم. اول بسکتبال میاریم. اکثر آدما و بچه‌ای که میخوان ورزش رو شروع کنن اول میرن سراغ بدنسازی به نظر من. آره. میتونه گزینه خوبی باشه. باشه. پس خداحافظی کنیم با بچه‌ها. خداحافظی کنیم. آره بچه‌ها دمتون گرم. ببخشید یه ذره اپیزود یه ذره طولانی‌تر شد. پادکست خاطره بازی‌های من و آریا دو پاشو بود. دوست داشتیم یه ذره از خودمون تعریف کنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، ولی پادکست‌های بعدی که انجام میشه انقدر طولانی نیست. در مورد یه چیز خاص داریم صحبت می‌کنیم. مثلا نیم ساعته باشه. نیم ساعت 40 دقیقه تمامش بکنیم، فقط تخصصی در مورد اون رشته، حالا چه ورزش باشه، چه کایروپرکتیک، چه دکترا، نمیدونم، چه مهندسی، هر چیزی. فقط تخصصی با اون بریم جلو. ما اومدیم یه ذره خاطره بازی کردیم و یه ذره چند تا سوال اگه دوست داشته باشن هم میتونیم دوباره دوتایی هم بگیریم قطعاً. ببین نظر بچه‌ها خب خیلی، ببین اسپسیفیک بگم، کسی که کارگردانی میکنه تنهایی کارگردانی نمیکنه. آره نظر مخاطبمون میپرسه، مثلا میره از صدا بردار میپرسه، میگه تو همین نظر به من بگو. آره. چون انقدری دیگه چیز نداره آریا، همون تهیه کننده یا مثلا هر چیزی که مثلا تو فیلم برداری دارم، یا از صدا بردار اصلا میره یا یه دقیقه یه نظرم تو چی کار کنیم به نظرت. آره نه نظر این سکانس میگم نظر بچه‌ها خیلی مهمه. یا اگه نظر بچه‌ها باشه خیلی راحت‌تر میریم جلوتر دیگه. آره میتونیم حالا نظر بچه‌ها بریم جلو. آره دیگه میام حالا بعد ببینیم اون کسایی که مثلا بچه‌ها میگن، مثلا ممکنه یکی بیاد بگه آقا برید با یه آتش نشان یه اپیزود. اوکی. بعد آره آتش نشان خیلی مردوی خوبیه، خیلی آدم خوبه. نه منظورم میدونی چیه؟ منظورم اینه که ممکنه یه خورده سخت اون طرف پیدا بشه. نه من یه نفر رو میشناسم تو بلی هست به خدا زدم، ولی الان رفته شهرستان بنده خدا، پدرش مریضه، خدا ان شاء الله شفا بده پدرش ان شاء الله. بعد یه دوره آموزشی اومده توی آتش نشانی اینجا و حدود 2 ساله که الان استخدام آتش نشانی شده. آدم بدن خوشگل خوب، ولی پدرش بنده خدا مریض شده، ان شاء الله زودتر خوب بشه. دیسک کمر و زانو. حالا بله اگه حرفی سخنی که نه، امیدوارم که خوششون اومده باشه. آره بچه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما نظراتتون خیلی برامون مهمه، چون شروع کارمون هم هست. قول میدیم که همه نظرها رو با دقت بخونیم و یه ذره تایم ویدیو رو کمتر کنیم. بچه‌ها سرشون سنده شما رو گوش کنید. قطعاً تایم ویدیو کمتر میشه، چون الان خیلی نشستیم دوتایی یهو شروع کردیم خاطره بازی کردیم، یه خورده طولانی شد. ولی خب یه نفری رو میاریم که تخصصی راجع به یه مسئله توضیح بده، سعی میکنیم تو نیم ساعت 40 دقیقه جمعش کنیم که دیگه تموم شه، خیلی طولانی نشه که حوصله مخاطبم سر بره. آره دیگه. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم، مرسی که با همون بودین. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کنید تا پادکست بعدی ان شاء الله. دمتون گرم. عشق من یاریا، خدای تو دست درد نکنه. آقا ممنونم. خداحافظ.